بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت بینندگان محترم و همچنین دانش آموزان عزیز مدرسه اصحاب کسای یک. خداوند را شاکر هستیم که بار دیگر ما را مزین فرمود به نیروی عقل و بازو تا بتوانیم با افتخار یک بار دیگر در خدمت ملت شریف و عزیز ایران زمین باشیم. در اینجا لازم می‌دونم یک بار دیگه از طرف خودم تقدیر تشکر کنم از تک تک اولیای محترم بابت تأمین هزینه‌های کارگاه برق ساختمان و همچنین کادر اجرایی محترم مدرسه اصحاب کسای یک، آقای وکیلی و همکاران محترمشون که نهایت همکاری و همراهی رو با این بنده حقیر انجام دادن. در پایان لازم می‌دونم یک نکته رو خدمت سرداران عزیز خودم یادآور شم و اون این هستش که امسال سال 1404 سالی است که نامگذاری شده برای سرمایه‌گذاری برای تولید. انشاءالله بتونیم در این سال سرمایه‌گذاری رو انجام بدیم برای تولید نیروی انسانی متخصص تا انشاءالله در آینده بتوانیم از این سرمایه‌گذاری بهره کافی رو ببریم. یا علی در پناه حق. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر 1001 بهار نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.